من یکی از جوانان دلیر و شجاع دهات واروخ هستم که امروز برای خدمت وطن مادر رهسپار شده ایستادم. این آرزو از کودکی در دل من جوش میزد که به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان رفته خدمت قرض فرزندی خود را ادا نموده باشم. وقتی که ما جوانان به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان میپیوندیم، از مکتب مردانگی میگذاریم، برای آب و تاب یافتن خود کوشش غیرت مینماییم، از سلاح لوازمات‌های حربی را میآموزیم، به خود رفیق و جوره‌های نو از هر گوشه تاجیکستان پیدا مینماییم. اوضاع امروزی جهان علل خصوص افغانستان همسایه وادار مینماید که ما جوانان برای حمایت مرز و بوم خویش همیشه آماده باشیم. ما جوانانی به صف قواهای مسلح جلب شونده بعد ادای خدمتی که جوانان از صف قواهای مسلح برگشتند با آنها هم صحبت شدیم. بعد ادای خدمت آنها یک کلان آدمی دیگر، کلان آب و تاب یافته با یک حس بلند وطن دوستی با ما سخنرانی های زیاد کردند و ما هم در پیروی با آنها همیشه برای حمایت به مرز و بوم وطن خویش آماده می باشیم.